آقای فرهادی یکی از بزرگترین افرادی هستن که باعث افتخار کل ایرانه. من خیلی بهشون افتخار میکنم، ازشون ممنونم و این یه تو دهنی بزرگ بود برای خیلی از کسایی که فکر میکنن ما ایرانی‌ها قاطی این بازی‌های سیاسی هستیم. ما اصلا وارد هیچ سیاستی نمیشیم. جایزه‌ای بود که به آقای فرهادی داده شد که در واقع یک تو دهنی باشه به ترامپ. من فکر می‌کنم وگرنه فروشنده فیلم قشنگی بود، ولی در حد اسم اسکار فکر نمی‌کنم. همون بالا پایین. نه بالا پایینش. به جهانیان بفهمونه که به هر حال ایرانی در هر شرایطی گفتگوی تمدن و فرهنگش رو به همه دنیا عرضه خواهد کرد.